بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، پیشکسوتان، اساتید، قهرمانان و بهترین‌های جامعه رسمی کشور اسلامیمون و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت تماشاگران محترم که با حضور خودشون در این سالن مسابقات حمایت کردند اولین دوره مسابقات نشنال تر و اورینتال بخش کیک بوکسینگ را. بخش ورزش‌های رزمی در دنیا در دو بخش در همه جای دنیا ورزشکارهای رزمی فعالیت می‌کنند. یک بخشی هست که تفریحی و تفننی و بخش آماتوری هست. همه دنیا ورزشکارا میرن اونجا فعالیت می‌کنند. ولی یه بخشی هست که یک قهرمان به عنوان حرفه و شغل توش فعالیت می‌کنه. در همه جای دنیا ورزشکارهای رزمی از این طریق پول در میارن، اموراتشون میگذرونن و جایگاه‌های بزرگی رو در سطح دنیا به دست میارن. در کشور اسلامی ما بخش اولش الحمدلله بیش از 22 ساله که فعالیت میکنه. بخش دومش که بخش تایتل هست، نشنال تایتل، ورلد تایتل و اینترنشنال تایتل، برای اولین بار در این بخش با حمایت، برنامه‌ریزی و مدیریت شیان جواد آزادیان که خودشون یکی از حرفه‌ای‌های دنیا هستن برنامه‌ریزی شده و امروز اولین دوره‌ای هست که استارت خورده و آغازگر راهی است برای شروع شدن مسیری برای حمایت از قهرمان واقعی ورزش رزمی و این قهرمان سمبل این تشکیلات ورزشی است. این حرکت آغاز شده، انشاءالله به امید خدا امیدوار هستیم همینطوری که آغاز خوبی داشت، زیرا ما هر کس که ما صحبت کردیم یا تلفنی یا حضوراً همه حمایت کردیم و جالب اینجاست که حتی یک مورد ما نداشتیم در بین اساتید، پیشکسوتان و تمامی رشته‌های رزمی، همه فدراسیون‌ها علاوه بر اینکه فدراسیون خودمون فدراسیون ورزش رزمی حمایت قاطعی رو از این حرکت داشتن، همه فدراسیون‌های رزمی و علل خصوص اساتید و پیشکسوتان از این حرکت حمایت کردن و جا داره بنده ازشون تشکر کنم و همچنین جا داره از کمیته برگزاری مسابقات که به سرپرستی شیان جواد آزادیان شبانه روزی از الان 2-3 شبه که شاید شما در جریان نباشید، شب تا صبح دارن کار میکنن، از جمله دیشب تا خود صبح هم مسئولین برگزاری این مسابقه اینجا بودن، تلاش کردن. امیدوار هستیم که این زحمت‌ها به نتیجه برسه و شما که در واقع طرفداران و اصلی‌ترین اعضای ورزش‌های رزمی کشورمون هستید، روزی شاهد برگزاری مسابقاتی به این شکل باشیم که انشاءالله با امید خدا مستقیما از شبکه سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی را پخش بشه و جامعه رزمی جایگاه واقعی خودش رو، این قهرمانان جایگاه واقعی خودشون در جامعه انشاءالله کسب کنند. خواهش می‌کنم
لازم توضیح است که مسابقات به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش برگزار شده، روز بسیار ارزنده‌ای و جای دارد که از حمایت‌های مسئولین سازمان تربیت بدنی در وهله اول فدراسیون ورزش‌های رزمی که واقعا سنگ تمام گذاشتن، از جمله مهندس محمد نوحی ریاست محترم فدراسیون تشکر و قدردانی بکنیم و همچنین جناب دکتر حمید قاسمی مسئول محترم روابط سازمان تربیت بدنی که حمایت‌های بسیار زیادی از مسابقه قرار آوردند و همه مسئولین و عزیزانی که در تدارک و حمایت مسابقه زحمت کشیدن بنده سپاسگزارم. یه صلوات ورزشکاری محمدی قرائت فرمایید. فایترهایی که اینجا هستن همه‌شون جزو بهترین‌های ایران هستن و مطمئنم که اگر از این دوستان هم هستن که در ایران در سطح اینا و چه بسا بالاتر هم که باشن، همه اونها برای ما یکسان دیده میشن. برای شخص بنده همه ورزشکاران همه فایترها یکسان هستش. هر کسی که انشاءالله توانمندتر باشه موفق‌تر خواهد بود و من از صمیم قلب برای همه شما به خصوص فایترها موفقیت زندگی کنم.